بانکی ملی تاجیکستان болоравии قربی اسعار خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گеосиёсии جهان وابسته دانست. قربی رسمی دلار آمریکایی طی هفته اخیر از 8 سومونی و 86 درم تا به 8 سومونی و 98 درم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915 920 سومانی تبدل می شود. اما مسئولان بانک ملی روز 26 اپریل در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفتند آنها قربی خرید و فروش دلار و روبل روسی را برای بانک و سازمان‌های قرض‌دهی معین نمی‌کنند. با گفته مسئولان بانک ملی، قربی رسمی اسعاری که آنها معین می‌کنند تنها برای پرداخت‌های گمرکی و به حسابگیری محاسبی استفاده شده، قرب اسعار خارجی پایبند آن نخواهد بود. بانک ملی میگوید قربی خرید و فروش اسعار خارجی نقد از جانب خودی تشکیلات‌های قرضی در اساس طلبات و پشنیهاد در بازار داخلی مقرر می شود و از قرب رسمی فرق می کند. بانک ملی تاجیکستان در حال در رابطه با بالوروی اسعار خارجی اظهار نظر کرد که طی چند روز اخیر برخی از تاجران در تاجیکستان گفتند که یک هفته باز در بانک‌های کشور دلار خریدن نمی‌توانند. پاسخ بعضی از بانک‌ها با خریداران دلار یکسان است: دلار نیست. با بسته شدن فعالیت نقطه‌های صرافی خرید و فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره‌های بانک‌های تجارتی و یا تشکیلات‌های خرد قرضی صورت می‌گیرد. کمچین شدن دلار در بازار ارز تاجیکستان با افتی به شدت قرب روبل روسی راست آمد. روبل روسی پس از تحریم‌های آمریکا نسبت به شرکت‌های عظیم روسیه و چند از اولیگارخ‌ها یکباره قرب خود را از دست داد. مهربان برهانوف، کارشناس امور مالیه و بانک، میگوید محض پایین رفتن قرب روبل روسی باعث به کم بالا رفتن دلار و کمچین شدن آن گشت. او گفت سری هر یک ماه شباهت صورت میگیرد، در حالی که مثلا اگر عهده‌داری از بانک روسیه باشد میتواند با صورت حساب این بانک به طریق نقدی یا به طریق غیر نقدی انتقال دهد، یا که با خواهش بانک هر دو طرف‌ها میتواند که پول کنورتاسی کنند که مثلا مبادله کنند با دلار به روبل و روبل به دلار بر صورت حسابش گذراننده. برهانوف میگوید یکی از سرچشمه‌های اساسی واردات دلار به تاجیکستان این روبل روسی است. چون قرب روبل نسبت به دلار افتید، دیگر به قدر کافی از روسیه دلار خریداری کردن نمیتوانند، شرح داد او. در گذشته هرگاه قرب دلار بالا می‌جهید، انگشت اشاره بانک ملی روی نقطه‌های صرافی بالا می‌شد که در بازار هنگامه را به وجود آوردند. اما عین زمان نقطه‌های صرافی عموماً عمل نمی‌کنند و تمام بازار ارز خارجی زیر نظر بانک ملی است.